паёнбар ба ту мегӯяд: иншоаллоҳ. амор. бале. بجز الله و شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست. این است راه نجات. و اهل مکه، اما در ترسم از آتش سوزان جهنم. ба худо ҳеҷ яке аз писарони қурайшиҳо баробар намешаванд бо муҳаммад. намекард ва ботил мешумурд. барои ҷустани дини ҳақ аз Макка берун рафт. کم محمد در کجاست؟ از او چی میخواهی پسری هاری؟ дар маро ба марг ҳам даъват мекард, бе ягон фикр инро мепазируфтам он замон. بگو جعفر، با چی دعوت میکنی؟ تو میدونی که من هیچ کار را انشالله آنچه را که پسری عمکت محمد
جعفر. هم میتوانی؟ نه، تو مادری او هستی و در خانه‌ات بوای رسید. برای شهادت بدهم که محمد پیامبر خداست. آه، چقدر مشتاق شما میگردیم فرزندانی هاشم. به شما داد و خدا باز او را گرفت. هرچی خدا برایمان میده همراه ما بنشینید. اکنون شما خواهران دینی شدید. بله به خدا. حالا او در کجا؟ باره بخوان به نام پروردگار خویش آنکه خدا به جا آورده می شود، بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند. سفارش کند؟ آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و پیروی پیامبر محمد، درود خدا بر او و و اشهد ان محمدا رسول الله.
و از نزد چشم قریش‌ها خیلی دور است. نگویید که در بین آنهایی که ایمان آوردند و قوم امیه و عبددار و عبدالعزا و قوم عدی و این آشکارا را به ما نداده است، ولیکن به هر کس که اعتماد داره نهانی دعوتش کنید. او انسان خوب نیست، زبان قبیح دارد. بیایید از اینجا میرویم زودتر. میداره زومم قریش‌ها ولید را سرور میدانند. برای این نام به زیتون و به کوه سینا و این شهر که برای ایشان پاداشی است که هرگز قطع نمی شود. این چی بود؟ لباس پوشید دیگر اهمیت نمیدهی. لباسهای عادی را بطل میکنی. دی انسان از قلبش وابسته است. اجازه دهید روم. من دروغ گفتن نمیتوانم و به این حق ندارم. به حق خدایی که پسر مسعود، من میخواهم به نزد او بروم. تو خودت میدانی عباس، تو میدانی که بزرگان قریش برای سر
حبشی وا میخورد. همدیگر را آغوش کرده با هم صحبت میکنند. مثل فرار میکند. سران قریش با غلامان نوبکار آمیخته شدند. درست قید کردی. ما صادق و پسرموییم و همچنین باید طهارت کرد. چگونه جعفر؟ بعد جبرائیل نماز خواند و پیامبر درود خدا بر او و به آلش عبارت بود. بعداً از جانب خداوند نماز 4 رکعت شد. او ارکان و حرکت های نماز را تا او به مسلمین این را باللوح واسم محمد طغرا. من صورته والراء. و پیامبر درود خدا بر او و به آلش نازل گردیده بود در ماه رمضان در شب قدر. و چی چیز تو را آگاه ساخت که شب قدر چیست؟ دوام دارد.
مدگار و مادرت. مادر است که کسی رو مثل تو دوست. زید و کجا می؟ شوهرش از او جدا شد. من میروم تا با برکه ازدواج کنم. اگر شریکی ندارد و تو پیامبر خدایی. خانه حرم در کجا باشد؟ آن طرف. در ابو خواب ای ابو بکر بگو ای ابوالحکم. از دین ما رو گرداندن بعضی قریشی ها. باز شنیدم تو هم با آنهایی. لیکن آنها میخواهند که بتها را ما از اینجا بگیریم. برادرانتان ضعیفان موجودند. به هم کمک رسانید و برادر تنها با مومنان دوستی کرده خوراکهایتان را
صدقه میدهند. حق را میگوید پیامبر خدا. تو از من چیزی میخواستی خالد؟ نه بنشین. میخوایی که به شب نشینی رفته شراب بنوشیم مثل پیش؟ پس من دیگر نمیخوام. قریشی ها. پس بگو چی میخواستی؟ خوش آمدی، خوش آمدی. مانع ندارد اگر شراب اندری بنوشیم. محمد پسری عبدالله. بگو مصعب، چرا تنها ما رو انتخاب کردی؟ من پیروی او شدم و عقل و هوش و تن خود را برایش بخشیدم. و دیگر میوه ها نیز آخر طایف باغ قریش ها. کمی همراه بکن آبی سبا را. شامم در مکه بوی آن میرسد که انسان آخر من صاحب هوشم. و غلامان دین نو را پهن کرده ایستاده است.
موضوع رو دیگر میکنیم. فرزندان هاشم کارهایشان را ماهرانه انجام داده است. سیال نیست. این چی بود که گفتی مصعب؟ این کلام خداست که به پیام ما به خدا نزدیکی می جوییم. دین ابراهیم به کلی از این فرق می کند. عرب به عجم و سفید پوست بر سیاه پوست ندارد بجز تقوایشان. خود را برای پذیرش اسلام گشاده گرداند برادر. اگر نیتت خیر من آمادم ابو سفیان. پسری برادرت را گذاشته چه شاید از آن باشد که او با ورقه پسر نفیل و زیل پسر امر موجود است. در فضای صلح زندگی دارند. فکر نمی کنم که همش مثل گفته ها. برادرم کسی نیست که چنین فکر کند. قریشی ها دیر باز میدانند که او صادق و امین است. دید پسر مغیره چی باقی میماند؟ آخر او انسان عادل است. تا بازدید. کجا می روی ابوالحکم؟ آمدم تو
مهربان نهایت با رحم. فرمان خدا فرا رسید، پس به این که بیگمان معبودی جز من نیست، لذا از من ها برای شما لباس و منفعت های دیگری است و از گوشت و پایان به آن رسیدن نیستی مگر به تن دادن به مشقت. اون خرما، انگور و از هر نوع میوه ها را می رویاند. تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیور بیرون آرید. السلام علیکم و رحمت الله. شما چیکار سپس غوغا خست و من سر یکی از آنها را شکستم. این اول بله پسر عمک، پسر عبدالمناف، ما زاده یک خانواده ایم. واسطه میخواهد خود را بالای قریشی ها سرور کند. جز این دیگر هیچ مقصد همه میدانند او انسانی امین است. آرام باش ابو سفیان. ابوالحکم میخواهد
عباس خدا رو به دست گیر. چی شد سفر تجارتی همون به یمن؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من مؤمنانی که تو را پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی حقا که هم اوست شنوا و دانا.